шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунавед. оғози гуфтори 25. گپسری آن که شب 22 و 23 آگوست کدام لاخلف صالح جلیل را در همان موضعی که امشب شما از تگ خرسنگ باری پنهان نموده را بیرون آوردید توسط اتومات 5.45 میلیمتری کلاشنیکوف به قتل رسانیده است، گفت ساربانی حامد و راست به چشمان مصاحبش نگریست. دوران خالقوف به نگاه کارمند ملیسه تاب نآورده نگاهش را از نگاه آتشبار او که در آنها نفرت را دید گریزاند. او فهمید که ملیسه آنقدر فکت و رقم ها دارد که به مقابل آنها ایستادگی کردن غیر امکان است. به هر حال باز تلاش بحری از ورطه بیرون آمدن خش به خرج داده گفت کدام صالح جلیل؟ همانی که خودت در خانهش اجاره نشین بودی. شما گمان میکنید که من قصد جان او نمودم؟ ما نه، بلکه خودی دلیل ها گواهی آنند که کسی بجز خودی شما به مرگ صالح جلیل منفعت دار نیست. ما چی منفعتی برداشتیم؟ پیش از همه باری آورده او را از خود نمودید. از کجا گرفتید که این باری آورده اوست؟ صالح جلیل در انتقال مواد مخدر دست داشت و 3 سال آخر مورد جستجوی ملیسه قرار گرفته بود. پس چرا ملیسه او را دستگیر نکرد؟ ما در آن عقیده ایم که او خود نیتی به ملیسه رفتن و به گناه خویش اقرار شدن داشت، ولی شما پیش دستی کردید. چخیل ما شاید مرا در نظر دارید. نه، شما یعنی خودت و لیلی انور نه. ببین لعنتی را علاقه همش را قائل شده است. آیا شیف میفهمیده باشد که همه را همین یاوری او فروخت؟ این زنها همین خیال چون سردی را در مناسبت با خویش حس کردن دیگر شب و فرازی پیش دهانشان را فراموش میکنند. آیا او میفهمیده باشد که دستی محفل همدلان تا به اینجا هم میرسد؟ عجیب که چرا صالح جلیل باری هم او را نصیحت نکرده است؟ مگر او را نصیحت کرده میشد؟ بیچاره صالح جلیل به فکرم خودش هم از او میترسید. او راست میگفت که ایشان دامولا از همین دختر شیطان احتیاط شو. شاید او را هم نصیحت کرد و به بلا ماند. لعنتی همه گپ را نه چکانده و نه ریزانده به گوش شیف رساند و سببگاری مرگ چونی یک انسانی بزرگ گشت. صد حیف که من همش را دیر فهمیدم. از دل گذراند و با آوازی شنوا گفت مادامی که شما همش را میدانید پس پرسیدن ما شرط است. البته قانون همین را طلب میکند. من الکی گفتم که لیلی انور آن را نمیشناسم. چخیل نمیشناسید؟ آن نامش را میدانید کو؟ نام و نسبش را باری اول از زبان شما شنیدم. شاید هر دو جنایت را به گردن خویش میگیرید. من الکی بار را به زمین گرفتم. گفتید که بار از دیگر کس است. چخیل شما را فهمید؟ شما خودتان از میدانید که من بار را از کجا گرفتم. بحث نمی کنم چون که خود شما شاهدی حال بودید. انا برای همین بار را پره به دوش خویش میگیرم. این کم است. اگر خواهید که راننده را از بازی بیرون نماییم، کشتار را هم به گردن گرفتنتان لازم. این امر است؟ نه، نصیحت. عجیب باری اول چنین نصیحت را میشنوم. زندگی پست و بلندی های زیاده دارد و نه همه آن را مردم درک میکنند. گفتید که صالح جلیل توسط اتومات کلاشنیکوف به خطر رسانیده شده است. در حقیقت حادثه همین خیل رخ داده است. فرض نمودیم که به خاطر شما من کشتار را هم به دوش خود گیرم. آیا نمیپرسید که اتومات در کجاست؟ میپرسیم. من راست میگویم که اتومات ندارم. پس به یراق جنایت صادر شده چی طرف گناه را به گردن من بار میکنید؟ ما چیزی را به گردن شما بار کردنی نیستیم، ولی با دلیل های شیعی گناهتان را ثابت خواهیم کرد. کنی آن دلیل هایتان که مرا قناعت کنانند. دلیل ها همینجا. ولی من به شما بار دیگر میگویم که در وضع شما هستید بهتر میشد که بحری اندک هم باشد سبک شدن گناهتان توبه میکردید. من توبه تنها نزد خداوند میکنم چون که ما همه نزد او بیچاره ایم و به آمرزشش نیاز داریم. وقتی قصد جان صالح جلیل چرا خداوند را پیش نظر نآوردید؟ نه، شما مرا در آدمکشی متهم کرده نمیتوانید. گمان دارید که انتقال مواد مخدر نزد خداوند پسند است؟ ما هرگز آن را به مردم مسلمان نمیدهیم. فرقش چیست که آن را کی استعمال میکند؟ الفبای نیاگان را میدانید؟ افسوس که نه. اگر میدانستید هرگز چنین سوال نمیدادید. چرا باید میدانستم؟ در روی خرطچه های مواد سخنان آگاه کننده هست که مطلبش چنین است: خود مکش
و فرزندان مده و کافر ده. مومن و کافر همه خلق خداست، پس چرا ما نسبت به خلقهای خدا چنین عمل رو روا بینیم؟ آخر اسلام و کتاب مقدس آن قرآن مجید می‌فرمایند که بندگان خدا امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تمام پیغمبران عالم و کتاب‌های مقدس آن را پرستش نمایند. مادامی که ما زبور داوود، تورات موسی، انجیل عیسی را چون فرقان محمد مصطفی پرستش می‌کنیم، پس چرا نسبت به پیروان آنها خصومت داشته باشیم؟ ملسن بلا گمان می‌سازد که مکتب اسلامی را ختم کرده است. با چنینهاش بحث کردن سودی ندارد، حتی کافران را هم حمایه می‌کند. عجیب که دلیل‌های شیعی گفتگیش در کجایند؟ و گمان است که افتمت را یافته باشند. لیلی گفته بود که آن را به صاحبش برگرداند. رفت او صاحب یراق را هم فروخته باشد. چی؟ ببین در بین 2 ساعت به اینها چقدر معلومات پیشکش نموده است. و هر حال او از قفای من نرفت، پس معلوم که اینها از قفایم بودند. ولی در چنین تاریکی که 2 قدم پیش را دیده نمی‌شد، چطور مرا دیدند؟ آخر من با خود چراغی دستی داشتم. بی عقلی از این زیاد نمی شود. دزدی روی و با خود شمع گیری. انا از کجا آنها سمت حرکتی بنده را معین ساختند؟ نیت اینها ما را به گرداب بلا پرتافتن است. از دل گذراند او و با آوازی بلند گفت: فدایان راه اسلام در دیگر عقیده‌اند. آیا نشنیده اید که گفتند اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. شاید جهاد را هم انکار کرده نیست. انتقال مواد مخدر به جهاد چه دخل دارد؟ خطا میکنید. دشمن را با هر راه سرکوب کردن خوب است. دشمن گفته که ها را در نظر دارید، آنهایی را که غیر دینند. از خود فرشته نتراشید. فراموش نکنید که دولت به مقابل همه گونه ظهورات اکستریمیستی مبارزه میبرد. مگر همین است توبه شما نزد آفریدگار؟ مرا به گفتگوی آشکارا دعوت نمودید و بنده نقطه نظر خویش را بیان داشتم. خوب میشد که از چنین نقطه نظر دست میکشیدید. به فایده کی ضرر همه گونه ظهورات اکستریمیستی به خود ملت میرسد. نفهمیدم که کس به حمایه دینش برخیزد و او را اکستریمیست اعلان نمایند. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. اکنون فهمیدم. به عقیده ما شما در کشتار صالح جلیل وظیفه اجراچی را به دوش داشتید. گفتنیه که او را من پراندم. ما چنین میپنداریم. مسئولیت زیادی را به دوش خود نگیرید. من تا کنون قصد جان مرغ نکردم، پس چطور میتوانم قصد جان آدم نمایم؟ شاید با صالح جلیل هم شناس نبودید. خودش هم همین خیل است. لیلی انور را نباشد در دیگر عقیده است. چه خیل در دیگر عقیده؟ در نسبت شما او شناسایی خویش را نه با شما و نه با صالح جلیل انکار نکرد. دروغ، همش دروغ. او حتی به من گفت که هنگام از شهر برآمدن افتمشینی وزن 2109 شما را دنبالگیر بوده است. و پدر لعنت، چطور سیری دلی خویش افشا نموده است؟ مادامی که همین را گفته است، پس دیگر چی جایی پنهان کردن؟ چرا او مرا گناهکار می‌کرده است و بنده خاموش می‌نشستم؟ دیگر مرا از همدلان هم بیمی نیست. خیر، گناهی خویش از اینها پنهان کردم، ولی نزد خداوند همش عیان است. حالی که بنده را تشکیلاتی در کشتار ارزیابی نکردن می‌سازد که نقشه پیشنهاد کرده آنها را پذیرم. به فکرم دیگر تلاش تنهایی هم کردن لازم نیست. مرگ در تنهایی دهشتناکتر است نسبت به مرگ کل. از دل گذران دوران و با آوازی نیمشنوا گفت: هر آنچه که لیلی انور را نگفته است قابل قبول است. یعنی شما خود را در مرگ صالح جلیل گناهکار می‌حسابید؟ ها، خوش گپ زنید که او را چخیل پراندید. روز 21 آگوست لیلی امری بالا را به گوش من رساند. چخیل امری بالا، امری محفل همدلان را درباره از بین برداشتن صالح جلیل. آن چگونه محفل است و چرا امر را به واسطه خواجه بگرفتید؟ شاید این یک پیرمردی باشد که با تمام مکانیزم عالم جنایی پیوست است. لیلی انور را در محفل گفتگیتون چه نقشی دارد؟ او یاور شیخ بود و به قول صالح جلیل در همه حالت سخنش قوی حل کننده داشت. از کدام لحاظ؟ چون که او به قول صالح جلیل معشوقه سروری محفل است. هست نه بود؟ بگذار گفتی شما شود. یراق را از کجا گرفتید؟ یراق را یاور شیخ آورد. از کجا؟ نمیدانم. بهتر میشد که از خودش میپرسیدید. ما علاقه او را پرسیدیم و فهمیدیم که تا کدام اندازه شما مسئولیت را به دوش داشته اید. اتومات کلاشنیکوف قطع شونده بود. گمان میکنم که آن را از یک قسم حربی آورده بود و پس از اجرای عملیات آن را برگرداند. گمان میکنید یا انیق همین خیل بود؟ به فکرم همین خیل بود. به هر حال من رقم آن را در یاد گرفتم. خوش،
رقمش چند بود؟ R1313. چند گفتید؟ R1313. ساربانی حامد را مثل آنه که جریانی برق لرزانده باشد یک و یک باره هوشیار شد. عموما او دیگر به درستی سخنانی مصاحبه شوپر نداشت. آنچه که دوران خالقوف گفت نارسایی حلقه را پره میکرد. در اصل در صادر کردن جنایت یراق استفاده برده شده بود که 3 سال پیش صاحبش در محکمه نشسته است. او باز آن شب تار و ساحل مرز فیغان خورشید میرو و بانگ خطر زدن سمندری رحیم و به یاری آمدن اسکران و کماندیرشان پرپرشک یتیمی تاش را پیش نظر آورد. چی به سخنانی من شبهه دارید؟ نه، همش درست. خطای نیست. لیلی حالا در کجاست؟ در زندان. به هر حال او را نیز بازداشت کردید. سهم او در صادر کردن کشتار نسبت به شما زیادتر است. اکنون سوال آخرین، آیا باری مصادره شده از آن صالح جلیل بود؟ ها، مرحمت، نشان دادهتان را خوانده امضا گذارید. خالقوف و نشان داد حتی نیم نگاهی نکرده چند تا امضا گذاشت. ساربانی حامد از آن خرسند بود که سایه را از بالای سمندری رحیم دور افکند. در میدان نبرد یتیمی تاش روی صحنه آمد. تنها بعد 2 روزی بازداشت‌شوی خواجه و خالقوف گلابادی‌ها به بازگشت سروکالتدار کافتکاوی جنایتی ناحیه سریچشمه کاپیتان میلیسه ساربانی حامد رخصت دادند. به گسیلی او نه تنها گریز و حامد جاوید بلکه خود نوشیروان حلیم و صمدوف نیز برآمده بودند. افتماشین تمغه گاز 214 که رانندش جوانی نوخطی بود او را از پیش بینای میلیسه گرفت. در کرسی قفا علاقه 2 نفر دیگر که شاید میل به شهر رفتن داشتن می نشستند. کرسی پیش نصیب شما بوده است، گفت حمید جاوید و بهرشان راهی سفید و بی خطر آرزو نمود. ساعتی پس آنها فرسخها از گلاباد دور شدند و چون همه سرگرم اندیشه های خویش بودند موج خیالات ساربانی حامد باز به قفا به گلاباد پرواز کرد. حادثه های 2 روزی آخر چون لینته کینا از پیش نظرش می گذشت. بعد پرسشی رسمی خواجه و خالقوف در اتاق کاری مفتش صمدوف هر دو را رو به رو نمودند. هنگام غرق شوی هر کس در تلاش جان خویش بوده است. به هر حال تفتیشات موی را از خمیر جدا کرد. لیلی خواجه و اقرار شد که همدیلان محصول خیالی او و صالح جلیل بوده. اعضای یگانه‌اش منقوطی در رو به رویشان نشسته است. چون صالح جلیل میلی به میلیسه رفتن داشت، بنده سخنان او را در حضور همین شخص در رو برایم نشسته دوران فراموش نکن که لیلی به شیف نزدیکتر است و در همه حالت سخنش قوه حل کننده دارد را به یاد آورده از نام خویش امری بالا را رسانم. این کس حتی ذره اعتراض هم نکرد، نه اندیشید که صالح جلیل در کدام حالت دستش گرفته است. چه خیلی دستش گرفته است؟ در کجا؟ پرسید ساربانی حامد که هنگامی رو به رو کنی در اتاق کاری صمدوف بود. و آنچه که لیلی گفت موی بدن او راست شد. چون خود دوران خالقوف کاپیتان میلیسه فهمید که لیلی یگانه شخصی بوده است که صالح جلیل راز دل خویش از او پنهان نمی کرده است. گز 24:10 راههای کج و کلیب کوهی را پس سر کرده رو به وادی آورد. لیلی انور آمد بهر دفاع خویش شرم و حیا را نیز از دست داد. صالح جلیل را بران ایدار کردنی میشد که با راهی فریب چطور او را به مهمانخانه اوست آورده دست به ناموسش زد. چرا همان وقت در این باره به میلیسه مراجعه نکردید؟ پرسید مفتش. او وعده داد که از همسرش جدا شده مرا به نکاح خویش می‌دارد. پس چه جای گیله؟ پس نآمده، گفت مفتش. سپس خواجه و از کجا دسترس کردن یراق را گفته داد. معلوم شد که خبری یراق را نیز او از صالح جلیل گرفته بوده است. صالح جلیل 1 سال پیشتر از ساحل امو برگشته به جز مواد مخدر باز پاره تخمینا 3-4 کیلوگرم گوشت صید آورد و گفت که ناگهان او از پیراهه از پیش شکارچی برآمده است که وی بوزی کلانی را هدف تیر قرار داده سرگرم پوست کندنش بوده است. از روی قاعده معمول شکارچی او را به جان و حالش نمانده پیشنهاد کرده است که مسافر ریسک پیش پا نزند. صالح جلیل نیز خود را شکارچی تراشیده است و افسوس بر آن خورده است که هنگام جنگ‌های شهروندی میلیسه یراق شکارچی او گرفت و دیگر برنگردانیده است. شکارچی گفته است که برادر اگر پول باشد در جنگل شوربا و نام و سراغه صاحب یراق را به او داده است. چون من او را با دخترک 16-17 ساله نزد مهمانخانه دوشنبه دیدم و باز شبها در خوابش نام آن دختر را شنیدم، رشکم افزون گشت. من او را از رشک کشتم. حالا گفتید که او نیتی به میلیسه رفتن داشت، برای همین قصد جانش نمودید. اینش را هم انکار نمی کنم، چون که او
حیات من را سوخت و من هم حساب خویش با او برابر کردم. تمام و سلام. صاحب یراق از کجاست و او را چی نام و نسب است؟ نامش یتیم، خودش از ناحیه بورستان. رقم یراق را نمیدانید؟ کلاشنیکوف، خردی قطع شونده، رقمش R1313. چه خیلی این رقم در یادتان ماند؟ خدا رحمتی صالح جلیل رقم 13 را رقم نحس می نامید. شاید از همین سبب باشد. صاحب یراق را بینید میشناسید؟ البته من حتی برای دهان او را بستن به جز نرخ شرط ناموی باز همان خیل کاغذ سبز را به دستش دادم. نرخ یراق چند پول؟ $100. پس شما به او $100 دادید؟ ها، چرا؟ چون که او گفت که نخواد به شکار برای او همگی یک تیر صرف نمایی. آیا او میدونست که شما یراق را به کدام مقصد استفاده کردید؟ سراول نه، ولی چون آن را برگردانیدم او پیخست کرد که تیر را به کدام مقصد صرف نمودم. بیهوده نگفتن که پاره سنگ خاره را آب کرده است. ببینید شما با خود چی کردید؟ آه دل من علاو و دودی دارد. از ماشین یک بار خاموش شد و بی صدا باز کمی راه پیموده باز ایستاد. چی گپ شد؟ از بین اندیشه های خش بیرون آمده پرسید ساربانی حامید. بنزین تمام شد، گفت راننده و از کابین برآمد. ساربانی حامید این دفعه واخری یتیم تاش را با رحیموف سمندر پیش نظر آورد. آنها مقام خش عوض نموده بودند. سمندری رحیم آنچنان به چشمان مصاحبش که زمان کماندیرش بوده است نگریست که نگاهش از مغز و استخوان یتیم تاش گذشت. او اتومات خش را که از خانه کماندیرش یافته بودند شناخت. اکسو R1313. چون کارمندان میلیسه یتیم تاش را پیش انداز کرده بودند، رحیموف خیلی خاموش نشسته نهایت گفت: او را خدا زد. دائما یکسان نماند چرخ گردون، غم مخور. آرام کردنی شد سمندری رحیم را مفتش. و ساربان حامید اکنون به یاد آورد که هر کی بد کرد به بد گرفتار شد. اگر چنین نمیشد مگر دلداده صالح جلیل که به قبل خودش آهی دلش علاو و دود داشته است، مردی که بهرش چقدر لحظه های خوش زندگی را فراهم آورده بود، با تیغ سخنش از دارالبقا و دارالفنا میفرستد. مدت این 2 روز آخر که ساربانی حامید با خواجه و خالق صحبت نمود، انگشت حیرت گزید. کردارهای صالح جلیل و همراهانش باعث توبه بود. کماندیر نیز برای نفسی بد خویش چطور عسکر بیچاره را بدام افکنده است. او بد کرد و به غضب خدا گرفتار شد. شاید آه دلی آنهایی که از انتقال مواد مخدر به داد آمده بودند به درگاه یزدان پاک مستجاب گشت و او همه آن خدا ناشناسان را امروز سری کرسی جنایی آورد. لحظه پس راننده سری چنبرک نشست و محرک را به کار انداخت. والگه ساربان حامید و همراهانش را که آنها نیز مقیم شهر بودند با سرعت به سوی منزل خویش می‌برد. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار 25. دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.